ببینید این تقسیم بندی بالیاژ کوباییه. خب همیشه وقتی میخواین تقسیم بندی رو انجام بدین 4 انگشت از این سمت، 4 انگشت هم از این سمت جدا میکنید، یک مثلث به دست میاریم. میبینید دقیقاً یک مثلث. حالا از این قسمت دقیقاً همین امتداد رو میاریم تا همین انتها، این قسمت رو جدا میکنیم، یک مثلث دوباره این قسمت جدا میکنیم، از این سمت هم به همین شکل. این پشتتون 4 تا مثلث میشه. حالا طریقه زدنش به چه شکله؟ ببینین هر قسمت چپ رو از همین پایین 2 لایه پوش میدیم، 1 لایه رها میکنیم، به همین سمت میایم پایین. این قسمت هم به همین شکل، این پایینم از همینجا 2 تا لایه پوش میدیم، 1 لایه رها میکنیم، مستقیم مثلثی بالای سر لایه مستقیم تا انتها.